بیا مو هم وخت بخیر ستړي مه شئ د خپرونې په دې برخه کې زموږ سره یو فعال میرمن ده په دوی سره به پر ورزشي فعالیتونو باندې غږیږو او همداراز البته اغلې مستوره عروضو د بدمنتون د فدراسیون مشره ده او د دوی سره به د دې فدراسیون پر دې فدراسیون باندې غږیږو چې دغه فدراسیون پر کومو برخو باندې کار کوي او همداراز تر دې دمه پورې دوی څومره فعالیت کړی دی. خانم مستوره خوش آمدین و صبحتان بخیر. سلامت باشین، خوش باشین. سلام عرض می کنم خدمت تمام بیننده عزیز تلویزیون شما. امیدوار هستم روزهای رمضان بخیر سپری شود و طاعات عبادات همه مؤمنین به درگاه حق قبول گردد ان شاء الله. زنده باشین خانم آرزو. خانم آرزو شاید بر بیننده ها هم این نام ورزش نو باشه، بدمنتون خب نو شنیدیم. میشه شما معلومات بدین چگونه یک ورزش هست و چی وقت در افغانستان آمد؟ اتفاقا نام خیلی آشنا است، یعنی قدامت بسیار تاریخی داره فدراسیون بدمنتون در افغانستان که میتونم بگیم در حدود 45 سال این فدراسیون فعالیت داشته، ولی به شکل فدراسیون رسمی نبوده، یک انجمن بوده و در سال 2004 اما رسمیات خود گرفته که شامل فدراسیون جهانی و آسیایی شده و ورزش بدمنتون یک رشته یا یک ورزش بسیار فکری است، یک ورزش که با ظرافت‌های بسیار خاصه هست و بیشتر میتونه که در قسمت انکشاف ذهن بسیار همکاری بکنه و از اینکه ورزش فکری است توسط توپ که یعنی پرست رکت بازی میشه و جال داره. عینا میتونم که والیبال براتون بگم که میدانش تقریبا والیبال است، بله این رکت است و پر بسیار زیاد خورد. یک ورزش است که علاقمندای خود پیدا کرده، نه تنها در مرکز بلکه در ولایات. خب بیشتر ما در مدت 7 سال سرزی تلاش کردیم که این ورزش همگانی بسازیم. اگر این مقید به یک کلب و 2 کلب بود، این ما کلب های بیشتر را ایجاد کردیم. قبل از اینکه ما به عنوان رئیس بیایم در 2 ولایت فعالیت داشت که در مرکز و در هرات بود و فعلا در 16-17 ولایت فعالیت داره و ورزشکارهای بسیار زیاد داره. ما فعلا راجستر داریم به این فدراسیون. اگر شما کدام روز بیاین دعوتتان بکنیم، علاقه‌مند میشین به این ورزش. واقعا این ورزش هم خیلی ورزش جالبی هستن، در کشورهای دیگه هستن که گراوند ها و همچنان جای های خیلی منظم براشون ساخته شده، اما در افغانستان مثل که خودتون گفتین ممکنه 4-5 سال میشه که بلدیت مردم امروزشان پیدا کرده باشن. پیش از اون نبودن به اون اندازه. کسایی که بودن که از طریق تلویزیون ها و از طریق ویدیو میدیدن ورزشکارهای خارجی را. با آمدن شما تا چه اندازه فعالیت کردین، تا چه اندازه کار کردین؟ پیشتر گفتیم هم که بیش از او در 2 ولایت بود، ولی در تقریبا در 15-16 ولایت هستن که فعالیت میکنن. تا چه اندازه علاقمندی بیشتر شدن مردم؟ تا چه اندازه علاقمندی نشون میدن به ورزش؟ خوشبختانه وقتی که انتخابات ما صورت گرفت و ما آمدم به عنوان رئیس، یک تیم بسیار خوب کاری ما تونستم که با خود داشته باشم که بسیار زیاد یک تیم که حداقل امرای ما اونا هم تلاش میکنن در قسمت پیشرفت و توسعه ورزش بدمنتون که من تشکری میکنم از تیم کاری خود. ورزش ما اما پلان کوتاه مدت و طویل مدت که آماده کردیم، ما تونستیم که حداقل ما ولایات خود افزایش بدیم در قسمت توسعه بدمنتون. ما اونا را بیشتر ساختیم و ما تونستیم که سر سفرهای ورزشکارا بیشتر تلاش بکنیم. کمپای تمرینی برای ورزشکارا گرفتیم که در بیرون از کشور رفتن. کورسای مربیگری گرفتیم برشان که ما به بار اول ما 5 مربی داریم که اونا سرتیفیکیت فدراسیون آسیایی را دارن و ما دوره دوم از این میخوایم که در خود کابل دعوت بکنیم از یک مربی بیرونی را که در خود افغانستان بیاید و مربیای بیشتر که ما از ولایات میخوایم اینا را هم تحت یعنی تدریس بدمنتون برشان بکنن که تا اینا هم بتونن که اما سرتیفیکیت درجه اول داشته باشن. و در قسمت راجستریشن تیم ها زیاد فکر کردیم که ما چطور بتونیم کلپ های بیشتر را ایجاد بکنیم، چطور بتونیم که به مکاتب و به پنتونا توسعه بدیم این ورزشه که خوشبختانه ما با معارف هم
صحبت کردیم، با پنتونام که همیاله ما در پنتون پلیتکنیک بسیار تیمای خوب داریم، هم از بچه و هم از دخترها قهرمانای بدمنتون در سطح افغانستان از پنتون پلیتکنیک است و بیشتر تلاش داریم که این ورزش هم مگانی بسازیم، این ورزش هم در پارک ها ترویج بکنیم، این ورزش هم در تفریحگاه ها بتونیم ترویج بکنیم که تا هموطنای عزیز که میرن به تفریح به پارک ها میرن حداقل بازی بکنن از این ورزش، یعنی بتونن که اینا مستفید شون، در حالی که در دیگه کشورها همیشه اگر برین پایین بلاک ها مکمل از این بدمنتون اینا بازی میکنن و در روزهای رخصتی و استفاده میکنن، چون یک ورزش هست که با امکانات بسیار کمه که یک رکت و یک پر است در هر جای به شکل پروفشنال یا به شکل خیلی مسلکیش ما نمیخوایم که حداقل میتونن هر جای اونا باز در بخش ای که ما در قسمت های مسلکی بودن و اینا فکر بکنیم که باز تیمای ملی ما و تیمای رسمی ما میتونن بازی بکنن. خانم آرزو میشه از امکانات بگوین، امکانات چقدر مساعد از بر ورزشکارا در مرکز و ولایت؟ خب ما مشکلات در تمام بخش‌های خود داریم، اگر هر قدر بگیم هنوز هم فکر میکنم جای را نمیگیره و بسیار زیاد خسته شدیم از اینکه بگیم ما چی امکانات داریم چی مشکلات، به خاطر که یعنی حرف ما قابل شنیدن نیست یا بر از او کدام راه حل نیست، ولی ما تلاش کردیم که هیچ وقت روی مشکلات فکر نکنیم، ما خود ما تلاش بکنیم که چی میتونیم برای فدراسیون خود. انفرادی کار کردیم، سکرتر جنرال فدراسیون به نوبه خود کار کرده، معاون به نوبه خود و ما هم به نوبه خود. هر کدام ما خواستیم که یک قسمت و یک بخش که مشکل بزرگ فدراسیون که با اون مواجه است ما او رو بتونیم حل بسازیم. اگر ما امروز از در قسمت نبود پارک بسیار زیاد بر ما شده نیاز است که باید ما بر ورزشکار خود همیشه تهیه بکنیم، ما بسیار مشکل داریم، ولی ما کوشش کردیم این میره به شکل شخصی برای ورزشکارا حل بکنیم. حتی باور کنیم که ما از پول خود ورزشکار که اصریه به عنوان اصریه میگیره ما 100 روپیه جمع میکنیم، میگیم که ما پر از زیر پوره بکنیم، یا ما خود ما به یک شکل میخوایم که اینمی مشکل عمده را حل بکنیم که هنوز هم حل نشده و بسیار زیاد با کمبود پر ما مواجه هستیم. مسئولیتی کیها هستن که میتونن با شما در این بخش کمک بکنن تا اینکه شما در ولایت هم امکانات برای کسایی که ورزشکار هستن در این رشته کار میکنن مساعد ساخته باشین؟ کدام البته کی مسئول هستن در این بخش که با شما باید همکار باشه در این بخش؟ به نظر من اولتر دولت بسیار زیاد توجه بکنه، یک بودجه خوب را برای المپیک بر تربیت بدنی بده تا اینکه اونا در اختیار ما قرار بده. آیا تربیت بدنی ندارن به اون اندازه بودجه که به اندازه کافی ندارن؟ و فکر بکنین که 54-55 فدراسیون است، به هر کدام از این باید رسیدگی صورت بگیره و به هر کدام از این باید لوازم خریداری بکنن. آیا مساوی هستن؟ ام بودجه‌ای که دارن مساوی برای تمام فدراسیون‌ها تقسیم میکنن؟ نه خیر، نه. فدراسیون‌ها کاتگوری بندی شده، درجه بندی شده. فدراسیون که مدال آور است بیشتر اونا برشان فهم داده میشه. حتی به فدراسیون فوتبال و کرکت مستقیم دولت بر از اونا بودجه مشخص میده. اگر اینا اینمی بودجه را برای چند فدراسیون که مثلا ما تکواندو داریم که تاریخ ساز کشور است، مدال آور است، اگر برای از این اختصاص بده، برای رشته‌هایی که ما تونستیم تا بالا مدال آسیایی بیاریم، مدال جهانی بیاریم اختصاص بده، این بودجه را ما مطمئن هستم که ما بسیار زیاد مدال‌های رنگین خواهد داشتیم و سرمایه گذاری بکنن سر او ورزش‌هایی که نتیجه میده. ورزش‌هایی که ورزش بدمنتون ورزش انفرادی هست، ما میتونیم که بسیار زود یک ورزشکار را بر ترینینگ کمپ بگیریم در بیرون از کشور یا در هینج کدام مربی بخوایم برشان و یا وسایل بسیار پیشرفته برش داشته باشیم که هیچ مشکل نداشته باشه، ما میتونیم بسیار زود مدال بگیریم. یعنی ممکن برای کرکت و برای یک ورزش‌های دیگه که بودجه داده میشه اضافه‌گی بکنه براشون که از طرف دولت داده میشه، اما بودجه‌ای که میتونه برای از کمترش اگر برای این ورزش‌هایی که پایین هستن داده شوند دقیقاً ما نمیخوایم که مساویانه با اونا یا که اما بودجه که برای اونها اختصاص داده شده برای ما هم حداقل یک مبلغ را در نظر بگیرن که ما بتونیم همون مشکلات اساسی خود توسط از او حل بکنیم و میل برشان
به صراحت میتونم بگم که ما تا 3 سال آینده میتونیم که یک ورزشکار بیاریم به مدال آسیایی و به مدال جهانی آماده بسازیم، در صورتی که برشان امکانات داده شود. و این فدراسیونایی که هست بر علاوه که دولت برشان یک بودجه خوب میته، فدراسیونای جهانی و فدراسیونای آسیاییشان هم برشان همکاری میکنه و اینا اما انکم خودم داره میتونن که ما اگر امروز ما لیگ برتر میبینیم او مسابقاتی که میشه پس از دوباره اینا یک بودجه خوب را میتونن پس بگیرن یا موتکتایی که اینا میفروشن یک عاید خوب اینا فعلا دارن و پیدا میکنن. امیدوار هستم که توجه سر تمام فدراسیون شود و استعدادا همگیش یکسان است. اما قسمی که ما در فوتبال در کرکت داریم ما در بخش‌های دیگه هم داریم. اما قسمی که از تکواندو یادآور شدم، تیم بوکس ما بسیار خوب است، تیم والیبال ما، یعنی هر روز شما شاهد مدال هستین. ورزش‌های رزمی ما بسیار زیاد پیشرفت کردن، بسیار خوب نتیجه دادن. امیدوار هستم که سر همگی کار شود تا اینکه بتانیم که ما برخورد دوگانه نباشه، ورزشکار احساس نکنه که با ما برخورد دوگانه همیشه از طرف حکومت و حکومت توجه خوب داشته باشه در این قسمت و ما همیشه در خدمت هستیم، کارهای مدیریت شما انجام میدیم، از اینکه ما افتخاری هم کار میکنیم، ما حاضر هستیم و ما نمیخوایم که برای ما شما معاش بدین، ما میخوایم برای ورزشکار مشکلش که حل میشه، ما میخوایم که ما مشکلاتی که در قسمت ساخت ساز ورزش داریم او حل شوه، بر ما همه چیز میرسه. در این ورزش بانوان چقدر رول داره و چقدر با شما هستن کار میکنن؟ چند تیم از اونا داریم؟ تقریبا 30% ما نقش زنا را بانوان ما داریم در فدراسیون بدمنتون. اما قسمی که ما اگر 2 پسر یا 4 پسر را بفرستیم، ما 2 دختر ما روان میکنیم به مسابقات. ما ترنینگ کمپ که با مزرعت سمینار که بود برای مربیای ما به کشور نیپال فرستاده بودیم که 3 طبقه ذکور بود، 2 تاش دختر بود. در این قسمت نقش بسیار خوب را دارن و اونا هم تلاش بیشتر دارن، علاقمندی بیشتر دارن در این ورزش دخترها. با امید که امکانات بیشتر شود و همچنان قسمی که شما گفتین ما با اون اندازه امکانات نمیخوایم، مثل که برای کرکت و برای یک تعداد ما قناعت داریم، ما همیشه با ما کم قناعت داریم ولی یک دستاورد خوب را برازیم. ما یقینی هستم اگر امکانات برای شما مساعد شود، اگر زمینه سازی شود که ورزشکارای از بخش بدمنتون هم بر کشورهای دیگه به خاطر مسابقه برده شود، در اینجا سرشان کار شود، ما یقینی هستم که به قسم کرکت و تکواندو دستاوردهای خواهد داشت. دقیقاً. یک سوال دیگه هم داشتیم، تا به حال مسابقات در خارج هم داشتیم؟ بله، ما چندین مسابقه داشتیم، در مسابقات یا در رویدادهای بسیار زیاد مهم شرکت کردیم که از جمله مسابقات آسیایی بوده که در 3 مسابقه آسیایی ورزشکارای ما شرکت کردن، نتیجه خوب را داشتن، یعنی قابل قناعت بر ما بودن نظر به امکاناتی که داشتیم. و میتونم از دستاورد اخیر که ما داشتیم که لبخند به لبای تمام هموطنان ما توسط قهرمانی آمد، ما در بخش پارا بدمنتون یا بدمنتون و میوبین تانستیم که مدال جهانی را بگیریم که مدال نقره گرفتیم و توسط یکی از ورزشکارای ما که از ولایت هرات بود، امید جان اقجو، اینا مدال نقره گرفتن و بانو نوریه نجفی تانست که مدال برنز بگیره از این مسابقات. و برای تمام فدراسیون، برای ورزشکارای یا برای کشورهای آسیایی و کشورهای جهان این بسیار زیاد قابل بحث بود که چطور افغانستان با وجود محدودیت هایی که داره با یک کشور جنگ زده است تانست که از بین این ورزشکارایی که با امکانات بسیار بالا هست اینا تانستن مدال نقره و برنز بگیرن. واقعا بعد از اینکه این مدال ما گرفتیم مسئولیت های فدراسیون بیشتر شد و بیشتر ما میخواهیم که به خاطر حفظ این مدال و مدال های آینده ما بیشتر تلاش بکنیم، کار بکنیم. امیدوار هستم که ما خواسته که ما از حکومت داریم یا مشکلی که داریم توجه بکنن، حداقل یک بودجه خوب را برای ورزش افغانستان در نظر بگیرن تا باشه که ما قهرمانای بیشتر داشته باشیم، مدالای رنگین داشته باشیم و بیرق پر افتخار کشور خود به کشورهای دیگه به اعتزاز بیاریم. ان شاء الله. با امید امروز در رابطه با پلان های آینده ایتون بگوین که چه پلان ها داریم به خاطر فدراسیون و
به خاطر پیشرفتی فدراسیون و همچنان به خاطر کار بیشتر در این بخش؟ ما در قدم اول میخوایم که این ورزش همگانی بسازم، از مکاتب شروع تا دانشگاه و تا پارک‌های تفریحی که قبلا گفتم و برای امکانات ضرورت است. امیدوار هستم امکانات در دسترس ما قرار بگیره که ما بتونیم همین پلانایی که داریم پیش ببریم و روی یک استادیوم یا یک جیمنازیوم مشخص بر بدمنتون کار میکنیم. تا هنوز نداریم که تا هنوز ما نداریم و بسیار مشکل است که ما مسابقات خود به وقت و زمانی که میخوایم بگیریم و این ورزش از لحاظ تکنیکی بسیار زیاد مشکل داره. یا او جیمنازیومایی که در اینجا ساخته شده یعنی بسیار زیاد مشکل است که در اونجا به خاطر که پر بدمنتون سفید است، بسیار خرد است و جیمنازیومایی که اینجا ساخته شده یعنی به عموم معیارایی که یک جیمنازیوم بدمنتون داشته باشه نیست. برای او و ما از این ناحیه بسیار زیاد مشکل داریم. اگر ما کدام زمین پیدا بکنیم مطمئن هستم که پیشنهاد بکنیم ما برای کشورهای دیگه ممکن که بر ما در قسمت مصارف از او یا ساختن او جیمنازیوم همراه ما همکار شود یا همکاری بکنن که بسیار یکی از پلانای ما است که ما باید این کار حتما بکنم. و وعده هایی داده نشده در این بخش هنوز؟ نه خیر نه، ما چندین بار خواستیم و حداقل ما بتونیم زمین پیدا بکنیم باز ساختن از یا ایمار از مشکل نیست. و مسئله دیگه که ما انقریب سمینار داریم برای ولایات که ما یکی از مربیای بیرونی را در افغانستان میخوایم و اینا را کوچینگ کورس برشان میخوایم داشته باشیم تا که بتونن اینا در ولایات خود به شکل اساسی بدمنتون دوباره تدریس بکنن یا ای که کار بکنن امرای ورزشکارا. و انقریب ما بعد از رمضان روی مسابقات انتخابی تیم ملی کار میکنیم که میخوایم که یعنی چهره های جدید و استعدادهای تازه را ما به بدمنتون جذب کنیم یا با شامل تیم ملی شوند که 62 نفر ما عضو تیم ملی داریم در بخش دخترها و بچه‌ها و در کاتگوری های مختلفه که اونا هم ما چهره های جدید انتخاب میکنیم تا اینکه روی ازی کار بکنیم و اینا رو بعد سفرها یا مسابقات بیرون مرزی بفرستیم. زنده سلامت باشین خانم آرزو، با امید موفقیت های هرچی بیشتر تمام جوانان ما. تشکر، سلامت باشین. در اخیر میخوایم بگویم که پس فردا من سفر دارم به کشور چین که انتخابات فدراسیون آسیایی است و من خودم اونجا عضویت دارم به حیث مسئول زنان در سطح آسیا هستم که البته در رشته بدمنتون و دعا بکنین که دوباره بتونیم همین پست ما بگیرم و می موقفه که من تقریبا 4 سال به نمایندگی از افغانستان تانستم به سطح آسیا کار بکنم. برنامه بزرگ را در کشورهای مختلف ما برشان برگزار کردم، موفقانه بود کار ما و ما اعضای فدراسیون آسیایی دوباره انتخاب میشه که هر 4 سال انتخابات صورت میگیره. در چین بله در کشور چین است و جلسه فدراسیون جهانی است، جلسه سالانه‌ایش است که در او شرکت میکنیم. امیدوار هستم نمایندگی خوبه از کشور خود بکنم و فدراسیون بدمنتون بیشتر ما بتونیم که در بین دیگر کشورهایی که اونجا 209 کشور در این برنامه می شرکت میکنه که حداقل ما از افغانستان صحبت‌های داشته باشیم و از فدراسیون و از مردم خود دیگه با امید ازی که پیروزی از آن ما باشه. من یقینی هستم چون در این 4 سال یا هم در چندین سالی که تو کار کردی از 2 ولایت به چندین ولایت تبدیل شده و در اینجا هم علاقه‌مندای بیشتری پیدا کرده. من یقینی هستم که باز همین این چانس برای شما داده میشه و شما باز هم کار خواهد کردین. شما سلامت باشین. تشکر. دوستای عزیز از شما هم سپاسگزار هستیم که ما تا این هم همراهی کردین. فکر کنم ویدیویی را هم وقفه داریم دوستای عزیز. یک وقفه کوتاه داریم، بازم در ادامه برنامه با هم کار می‌کنیم.